محل آتش سوزی این بازارچه به وسعت حدود 2000 متر بود که میگن یه چیزی حدود 150 تا 200 تا غرفه داره با کاربری‌های مختلف. بیشتر پوشاک و البسه است، اما اتروتکلون فروشی، چیزایی که توش اسپری و مواد قابل اشاره انفجار هم زیاد هست که صداهای انفجارش ما داخل میشنیدیم به خاطر وجود همین مواد. کلاً شعله‌ور بود. در و دیوارش هم می‌دیدید همه سقف‌های شیرینی که هیچ مقاومتی نداره. تو همون چند دقیقه اول به علت شدت حرارت کامل تخلیه شد. در حال حاضر با حضور به موقع آتش‌نشانی و تلاش اینها چند طرف که همزمان عملیات کردن، خدا رو شکر آتش رو تحت کنترل درآوردن. خدا رو شکر تا به این لحظه مورد مصدوم و تلفات جانی اعلام نشده. خسارات مالی خیلی زیادی به جا گذاشته، اما امیدوارم تا پایان همینجوری باشه و ما حداقل تلفات جانی مصدوم نداشته باشیم. شرقی